شما تشکر می‌کنم از اینکه فرصت برای ما مساعد ساختیم تا ما چند کلمه من حیث عضو این شورا خدمت شما یادآور شوم. و همچنان خوش آمدید میگم میهمانای بسیار عزیز و دوست داشتنی خدا که از مرکز و همچنان از شهر مزای شریف اینجا تشریف آوردن. من میخوایم یک نگاه مختصر و دورنمای تاریخی این شهر داشته باشم و تمام داشته‌ها و تفاوت‌هایش به گونه مقایسه‌ای تا این روز مورد بررسی بگیریم. اما قسمی که شما در جریان هستین، ولایت سمنگان یکی از ولایات باستانی هست. آنچه که انسان‌های دیروز، منظورم از انسان‌های قدیم است، برای خود انتخاب می‌کردند محلی را برای بود و باش، برای تمدن، برای زندگی، سه تا ویژگی در اونجا ضرورت بود. یکی جایی باشه که گذرگاه حیوانات باشه که با شکار بکنن و از شکار از تغذیه بکنن. و دیگهش محلی باشه که در اونجا آب باید موجود باشه چون منبع حیات است. چیزی دیگه که برای از زیاد مهم بود، معبرگاه کاروان‌های تجارتی باید در اونجا باشه. این سه تا ویژگی را دقیقاً ولایت سمنگان داشت که امروز آثار باستانی و تاریخی که در هر نقطه از شهر در دل این شهر افتاده دلیلی بر ادعای ماست. اما با تأسف امروز در شرایط حال ما بر علاوه‌ای که نتوانستیم رو توسعه بدیم، انکشاف بدیم، شما دقیقاً می‌داریم انکشاف یک سیر عمودی دارد که باید ما سطح زندگی مردم بالا می‌بردیم. در زندگی مردم دقیقاً یک تغییر رو ما می‌کردیم چون این نشد. توسعه یک سیر افقی دارد که باید شهر گسترش پیدا می‌کرد، ساختارها و بناهای مهم و اساسی در این شهر ایجاد می‌شد تا یک تغییر محسوس و قابل ملاحظه برای همه به وجود می آمد که چنین نشد. متاسفانه هر کسی را که ما سرش اعتماد کردیم به عنوان تحصیل یافته، به عنوان شخص نیکنام، به عنوان شخص کارا، وقتی که او را ما به شوکی گزارش کردیم، پیش از همه منافع شخصیش بر منافع ملیش چربی کرد. خواست که ابتدا خود بسازه و بعدش برای دیگران توجه بکنه، اما متاسفانه زمان این مجال برش نداد. تا زمانی که او به خود آمد خواست که برای دیگران خدمت بکنه، در این اثنا ماموریتش در او اداره به اتمام رسید. دیگر چانس فرصت پیدا نکرد که برای مردم کار بکنه، ولی به جای یک شهرت خوب یک شهرت خراب کسب کرد. تبریکش باد. اما ما میخواهیم بگوییم که با ایجاد این شورای مشورتی ما سوال میکنیم از این همکارای خود در این تصدی که شما از ما مشوری کاذب میخواهید یا مشوری سالم؟ دقیقاً پاسخ واضح است. شما مشوری سالم میخواهید. وقتی که مشوری سالم میخواهید فرصت برای ما مساعد بکنید. موضوعگیری ها آغاز نباید شود. ما باید عواید خالص، عواید ثابت، عواید غیر ثابت، عواید پروژوی و سایر مصارفات و کارکردهایی که در داخل این تصدی وجود دارد ما او را باید بدانیم تا بر مبنای از او ما بتانیم یک مشوری سالم و سازنده را برای شما ارائه بکنیم. هرگاه اگر ما او را نداریم بدون شک مشوری ما کاذب خواهد بود، چون ما از روی نافهمی، چون معلومات نداریم، نمیخوایم که چه کار صورت بگیرد. در حال حاضر اگر سرک‌های داخل شهر ایبک شما در نظر بگیرید اضافه از 10 کیلومتر و این شهر دقیقاً به مساوی یک قطعه گوگرد است. امروز جنپای در این شهر ایجاد شده که موتر جک میده. کند و کپر سرک‌ها را ببینیم. او فعالیت‌ها، او برنامه‌هایی که در مقابل شهرواری مطرح است. ما میگیم که باید پارک‌های تفریحی ایجاد شود، ساحات سبز انکشاف داده شود، سرک‌ها اسفالت شود، ماستر پلان شهری تطبیق شود، برای مردم گزارش داده شود که چی کردیم. دریافت اطلاعات حق هر شهروند افغان است. اگر ما در برابر ارائه این گونه اطلاعات تعلل میکنیم دقیقاً که ما نقض حقوق شهروندی را کردیم. بدون شک این یک قانون برای ما داده، هیچ شخصی برای ما را جوانمردی نکرده. نباید ما قانون نادیده بگیریم در اینجا. وقتی که صحبت من چانس صحبت میگیرم آخرین نفر صحبت برای من داده میشه. من مسئول جامعه مدنی هستم.
کسی است که از مجموعی فعالیت‌ها باید نظارت بکنم و گزارش برای مردم بدم. ولی گردن ما بسته است. ما هیچ وقت این کار دست پیدا نکردیم. ما موضوعات به صورت خوب وجود نداشتیم و این در خود شهروندان خود از دستی که ما سکوت کردیم سنگ شدیم. دیگر نباید ما سکوت بکنیم. ما مرز سکوت بشکنیم. در شرایط حاضر وقتی که انتخابات آغاز شد، ما در دفتر کاری خود وقتی که رفتم برای ما از قوم‌های پشتون هم زنگ آمد. گفته این شورا یک نفر پشتون نماینده وجود ندارد. چرا؟ از قوم‌های هزاره برای ما زنگ زد. گفت از ما هم در این شورا وجود ندارد. چرا؟ گفت خودت من حیث نماینده ما جامعه مدنی نماینده فعال، حساس، سالم، بی‌دریغ، بی‌امان مردم است. خودت برای ما بود که ما مظاهره بکنیم در مقابل شهرداری رفتن یا است که در اینجا منافع ما دقیقا در نظر گرفته میشه. جواب ما، پاسخ ما برایشان این بود که دوستای بسیار عزیز، حال امروز شرایط به گونی عیار شده، شرایط به گونی آمده که ما اعتماد خود یکی در مقابل دیگه از دست دادیم. متاسفانه اگر شما توجه بکنید که موضوع ملیت‌گرایی، سم، قوم، زبان این مسائل در افغانستان مطرح نمی بود، من جمله در سمنگان، هیچ وقتی دوستای ما این تقاضا را از ما نمی‌کرد. امی که ما گماشته شده بودیم، ما در اینجا آمده بودیم، بس برای ما اعتماد میکردن. ولی امروز ما نتونستیم اعتمادی از یارا به اصطلاح حفظ بکنیمش، شکستاندیم برعکس. و امروز حقشان است که باید این صدا را بلند کنند و بگویند که از ما نماینده نیست، در حالی که در مقابل جامعه مدنی هیچ مرزی مطرح نیست، چی در عرصه زبان، قوم، ملیت و دیگر ویژه آنچه که شما تصور میکنید در موردش. ما کاری که میکنیم از آدرس شورای مشورتی، ابتدا تمامی عواید و مجرای مصارفات شهرداری را باید برای یک بار منجمد بسازیم و بعدش با یک طرح و دیزاین عالی، قانونی، مسلکی، بر اساس منطق، اصل تفکر، با توجه به پلان استراتژیک شهرداری و همچنان اکشن پلان یا پلان عملیاتی شهرداری تحت نظر کمیسیون و همچنان با مشوره های سالم این شورا یک صورت مصرف جدید را برای باز بکنیم تا بتانیم بر مبنای از او ما یک اعتماد سازی بکنیم بین مردم و ادارات دولتی از جمله شهرداری. اگر ما موفق به ایجاد این کار نشیم، مطمئنم که این فضا، این اعتماد سازی صورت نمیگیره، بلکه برعکس حساسیت ها در اینجا اوج خواهد گرفت. ولی توقع ما بسیار صمیمانه، بسیار دوستانه از این تصدی ای است که لطفاً همکاری بسیار لازم همراه ما بکنند، هیچ وقت کشی نکنند. هدف از ایجاد از این آنچه که جناب پشتونیار صاحب و دورانی صاحب یاد کردن خیلی ها امیدوار کننده بود برای شخص خودم. بسیار موضوعات خوبی را اشاره کردن و یک پیام بسیار نویدبخش برای ما بود. اگر ما با در نظر داشتی این موضوعات را که یا گفتن، با توجه به اصل ما قانون اساسی کشور، با توجه احترام گذاشتن و دو قانون شهرداری، ما میتونیم یک راهکار مناسب را از خود بجا بگذاریم. اگر این تعهد ما است، نه تنها از من، از مکمل اعضای این شورای مشورتی، که ما موفق به ایجاد این کار نشیم، ما در برابر مردم پاسخگو هستیم. نه تنها مردم، بلکه در روز رستاخیز هم از ما این سوال میشد. ما هیچ وقت در برابر این گونه مسئولیت بزرگ و خطیر به مسئولیت بودن نمیتونیم. بنان ما کاری که میکنیم ایمان 72 شعبه داره. ضعیفترین ایمان اونمو است که پس کردن اشیای مضره از سر راه است. یعنی انسان به حدی ناتوان و ضعیف میشه، خود یا ضعیف احساس میکنه که بنا به ناملایمات روزگار که بسیار کارهای سطحی را باید انجام بده، این قادر به انجام کارهای بزرگ و مسئولیت‌های خطیر نیست. ما هم با توجه به ضعیفترین ایمان آبرومندانه این شورا را ترک خواهیم کرد و به مکار دیگه خود ادامه خواهیم داد و از روی حقایق پرده خواهیم برداشت و صدای خودم تا ثریا بلند خواهیم کرد.
ولی آنچه که بسیار مهم است، ضرورت است که باید گفته شود، تمامی محافل مجالس با گپ‌های بسیار عادی و سطحی میگذره و میره پشتش. چرا ما با عمق قضایا دخیل خود نمیسازیم؟ چرا مسائل بسیار بنیادی بررسی نمیکنیم که تا یک راه بیرون رفت برای حل مشکلات ما جستجو بکنیم؟ من زیاد متاسف هستم. به هر صورت از توجهتان یک جهان سپاس، خصوصا از دوستایی که از مرکز آمده. ما بسیار زیاد عفو می‌خوایم. ما ضرورت بود که باید موضوعات اینجا یاد بکنم، مسئولیتم بود، اسلامیتم ایجاب میکرد، وظیفه‌ام ایجاب میکرد که من براتون گفتم با بزرگواریتون مرا مورد عفو و بخشش قرار بدین و خوش آمدید میگم شما را یک بار دیگر و همکاریتون در دراز مدت در قبال این مسئولیت از شما خواهان هستم و من الله توفیق. از آقای نجیب الله دانش تشکر که در دلشان بر ما گفتن. ای کاش میرم وقترم بر ما میگفتن. امروز روزی است که افتتاح میشه. اینا شکایت کردن از روند از همون شروعش. اینا در اونجا حاضر بودن، امرای ما از روز اول امرای ما بودن. دیگه ای گپاشون به سر دو دیده، چرا نه؟ اما ای کاش ما از اول خبر می بودیم که مثلا یک مسئله بود، چرا نه؟ چرا